اینجا یکی از خیابان‌های مسکو است. هزاران مهاجر مسلمان برای نمازگزاری آمدند. مسجدها توانی جای دادن هزاران مسلمان را نداشتند. از این رو بیشتری نمازگزاران در هوای باز نماز عید گذاشتند. نماز عید در نخابینا استرینسکی رایون. چون عادتی معمول مهاجران تاجیک با هم غذا خوردند. ما در شهر پرم آش کردیم. مرحمت بیتان. مرحمت بیتان. اما میرسد سیم خواتید. موجتی پردنمو. عید فیتر در شرایط جشن گرفته می شود که بر اثر تحریم ها در روسیه بیکاری بیشتر می شود. من نمیتونم که در حاضر در این زمان در فدراسیون روسیه کاری زیاد وجود دارد، اما فدراسیون روسیه به مهاجران نیز محتاج می باشد. نه فقط در روسیه بلکه در تمام دنیا این کریزیس رفته ایستاده است، اما ما خلق تاجیک از این روزهای سخت را اثر گذرانده بودیم. همه این روزها اثر گذشته بودن. نیت دارم که این روزها بر نگردن. زندگی اکثر خانواده ها در تاجیکستان از پول مهاجران وابسته است. اکثر مهاجران شکایت داشتند که امسال در عرفه عید مثل سالهای قبلی نتوانستند سری وقت و پول بیشتر به خانواده هایشان فرستند.